معرفی فیلم‌های اسکاری امسال در بخش بهترین فیلم. سلام چطورین؟ احسان منصوری هستم و توی برنامه هدفم اینه که در ساده ترین حالت ممکن و در خلاصه ترین حالت ممکن فیلم‌های اسکاری امسال رو بهتون معرفی بکنم بدون اسپویل تا تصمیم بگیرید کدوم هاشون رو در لیست تماشاتون قرار بدید. 2 تا فیلم ایرانی هم در اسکاری ها داشتیم که یکیشون جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه رو گرفته که جلوتر معرفیش خواهم کرد. خیلی ممنونم از حامی این برنامه که دیگه الان مدت طولانی است داره از کانال ما حمایت میکنه، نرم افزار آنلاین حسابداری حساب‌ها. ممنونم ازشون به 2 علت: 1 حمایتشون از تولید محتوا در فضای مجازی و 2 به این علت که خدمات بسیار خوبی به کاربراشون میدن و من میتونم با خیال راحت و سربلند نرم افزار آنلاین حسابداری حساب‌ها رو بهتون معرفی بکنم. عذرخواهی میکنم بابت اینکه صدام گرفته خورده سرما خوردم. بریم سراغ معرفی فیلم‌های اسکاری امسال. اولین فیلم سابستنس، ترسناک جسمی. این ترسناک جسمی یا بدنی هم زیر شاخه ژانر ترسناکه و به فیلم‌های اطلاق میشه که در اون تصاویر عریانی از آسیب دیدن به جسم نشون میدن و ترس رو از این طریق میخوان انتقال بدن. بذار داستانش رو بهت بگم. داستان یک سلبریتی رو به تمام شدن دوران حرفه‌ایه با بازی دمی موره که بعد از اخراج شدن توسط رئیسش یه کار عجیبی میکنه. دارویی از بازار سیاه میگیره که سازندش مدعی از اون یه نسخه جوان شده تولید میکنه. فیلم گزنده‌ای پر از خشونته و دارای صحنه‌هایی که دیدنش برای خیلی ها میتونه سخت باشه. نمره IMDb در حال حاضر 7.3 و راتن تومیتوز 93%. فیلم در این حال که خشونتش و برونگراییش در راستای محتوایی است که میخواد ارائه بکنه، اما به نظرم یه مقداری بیش از اندازه برون ریزی میکنه و خصوصا میتونست پایان بندی ملایم تری داشته باشه. در این حال به نظرم فیلم قابل توجهیه، خصوصا خانم ها این فیلم رو ببینن. یک پیام جدی داره به افراد جوامعی که خانم ها رو بر اساس ظاهرشون قضاوت میکنن و یک پیام جدی داره برای خانم هایی که با بدن خودشون نامهربانن به خاطر قضاوت دیگران. Have you ever dreamt of a better version of yourself? اگه بخوام ارزش تماشاشو از 1 تا 10 به نظر خودم تعیین کنم، بهش 7 میدم. بروتالیست، کارگردان برادلی کوربت. درام، داستان یک مجارستانی یهودی بازمانده از هولوکاست با بازی آدریان برودی که خودش رو به امریکا میرسونه تا زندگی جدیدی شروع کنه، اما یا رویای امریکایی واقعیت داره. فیلم 3 تا اسکار برد در بخش فیلمبرداری، موسیقی و بازیگر مرد، اما نتونست اسکار بهترین فیلم رو ببره. IMDb 7.6، راتن تومیتوز 93%. فیلم طولانیه، توی 2 روز دیدمش اما خسته نشدم. اینکه توی 2 روز دیدمش به این علت که خب خیلی طولانیه. خودشون هم توی سینماها فکر می‌کنم 20 دقیقه بینش آنتراکت میدن. پلان‌ها قویه، موسیقی تاثیرگذاره، بازی برودی عالیه. به نظرم روی هم رفته فیلم خوبی دیدم که چندان باهام نمیمونه. وقتی داشتم تماشاش میکردم هر پلانش رو که میدم گفتم اوه چه فیلم قوی دارم میبینم، اما انگار قبلا دیدمش. ارزش تماشا از 1 تا 10 من بهش 7 میدم. امیلیا پرز، کارگردان ژاک اودیار. جنایی موزیکال، محصول فرانسه. داستان یک رئیس کارتل مکزیکی خشنه که از یک وکیل میخواد کاراشو اوکی کنه، ناپدید شه و تغییر جنسیت بده و تبدیل به یک زن بشه. فیلم جایزه هیئت داوران کن رو گرفته. خیلی پرحاشیه شد، نقدهای منفی گرفت، ریاکشن منفی خصوصا از مکزیکی ها رو در پی داشت. اما در 13 رشته نامزد اسکار شد و 2 تا جایزه رو گرفت: مکمل زن و بهترین آهنگ. IMDb 5.14، راتن تومیتوز 72. به نظرم تکلیف فیلم روشن نیست. میخواد همه چیز باشه. موضوعی که انتخاب کرده انگار اومده چسبیده به سازنده، انگار به ژاک اودیار الساق شده. به نظرم فیلم خوبی نیست. فکر کن یه مرد خشن جانی زن که میشه یهو میشه خیرخواه. Are you English? No, I'm not English. فیلم نچسبی که اگر در یادها بمونه احتمالاً به خاطر ضعف‌هاشه. ارزش تماشا از 1 تا 7 به نظر من نهایتاً 4.
ویکد یا شوم، کارگردان جان امچو، موزیکال فانتزی. داستان فیلم در شهر اوز، البته قبل از ماجرای جادوگر شهر اوز میگذره. در حقیقت قصه گلینداست که اونو به عنوان جادوگر شرور شهر میشناسن، اما قراره که دوران معصومیت پیش از شرور شدنش رو ببینیم. فیلم 10 تا نامزدی اسکار داشت، برنده بهترین طراحی صحنه و لباس و بهترین طراحی تولید شد. از IMDb یعنی مردم 7.6 امتیاز گرفت و از منتقدین راتن تاماتوز 88%. فیلم برعکس امیلیا پرس تکلیفش با خودش روشنه. میخواد یه فانتزی موزیکال باشه و هست. سرزنده است، سرحال، سرگرم کننده است. گرمه. از نیمه اول به بعد یه مقداری اون کیفیت خودش رو از دست میده و درگیری باهاش برام کم شد، اما روی هم رفته یه چیز سرگرم کننده اوکی بود. نگاه حسرش به مخاطب نوجوان و کودک و تونست کودک نوجوان درون من رو زنده کنه. ارزش تماشا از 1 تا 10 بهش 6.5 میدم. کانکلیو، کارگردان ادوارد برگر، سیاسی هیجان انگیز. فیلم بر اساس رمانی از رابرت هریسه و داستانش اینه: پاپ میمیره و کاردینال لارنس یه گردهمایی برای انتخاب پاپ جدید برگزار میکنه. یعنی قدرتمندترین فرد جهان در بین مسیحیان کاتولیک قرار انتخاب بشه. همونجاست که کم کم اسراری مبنی بر رسوایی نامزدهای پاپ جدید رو میشه. فیلم نامزد 8 جایزه اسکار و برنده بهترین فیلمنامه اقتباسی شد. IMDb 7.14، راتن تاماتوز 93%. You should be careful, Thomas. به این نکته اینه که واتیکان یک کشور درون ایتالیا، یعنی کشور جدا و مستقله، ولی توی ایتالیا و توی شهر رومه و به عنوان مرکز کلیسای کاتولیک محسوب میشه. ویژگی اصلی فیلم کانکلیو برای من چیه؟ اینکه شاید اصلا هیچ وقت دغدغه من نبود توی واتیکان داره چه اتفاقی میفته و این آدم ها اون تو دارن چی کار میکنن. اون لحظه که پلی کردم فیلم رو هم دغدغم نبود. فیلم ویژگی اصلیش برای من اینه که موضوعی که دغدغم نیست رو جوری ارائه میکنه که دلم میخواد ببینم و میخوام بدونم چه اتفاقی خواهد افتاد. اون مکانی که برای من مسئله نیست رو مسئله میکنه. این قدرت کانکلیو برای And you have to commit to a side. یه داستان درگیر کننده با پایانی که با توجه به شرایط فعلی سینما که همگی دارن به سمت و سوی یک سوژه و نگاه میرن که دیگه به نظر سفارشی و فرمایشیه برام دلپذیر نیست، ولی اگر این نگاه رو جدا کنم، اگه اون رو جدا کنم، پایان رو هم دوست دارم. ارزش تماشا از 1 تا 10 بهش 7 میدم. یک ناشناخته کامل، کارگردان جیمز منگولد، درام بیوگرافی. این فیلم درباره زندگی باب دیلن، خواننده و ترانه‌سرای مطرح امریکایی و روند به شهرت رسیدن این جوان از قشر نسبتاً ضعیف جامعه رو نشون میده. نقش باب دیلن رو تیموتی شالامه بازی کرده که هم نامزد اسکار شد، هم تونست جایزه بهترین بازیگر گلدن گلوب رو بگیره. حتی جایزه بهترین بازیگر اسکار رو نگرفت و باختش به آدریان برودی. فیلم نامزد 8 جایزه اسکار شد. بازی تیموتی شالامه به نظرم یکی از متفاوت‌ترین اجراهاشه. شخصیت درونگرا رو درک کرده و اون بی‌تفاوتی و خماری دائمی چشم‌ها مهر تایید دوباره‌ای بود بر اینکه اکثر هنرمندا انگار یه چیزیشون میشه. Whatever it is they don't want me to be. فیلمساز بدون ادا و بدون برونریزی و خودنمایی روایتی مستقیم از دوران مهم زندگی هنری باب دیلن به تصویر کشید و بدون اینکه کش و قوس عجیبی داشته باشه، بدون اینکه من فن مثلا باب دیلن باشم، تا انتها نگه هم داشت و حتی در لحظاتی که اجراهای موسیقی رو میدیدم چشمام برق میزد. فیلم طولانیه ولی اصلا طولانی بودنش رو حس نکردم. ارزش تماشا از 1 تا 10 برای من 7.5. نیکل بویز، کارگردان رامل راس، درام تاریخی. داستان 2 پسر افریقایی امریکایی به اسم الوود و ترنر که به یک کانون اصلاح و تربیت فرستاده میشن. الوود پسر خوب و درسخونیه و به ناحق و اشتباهی به این کانون میفرستنش. حالا باید با دوست جدیدش سختی‌ها و ظلم‌ها رو تحمل کنن. فیلم نامزد بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه اقتباسی شده. IMDb 7، راتن تاماتوز 91. This isn't the fight! فرم خاص خودشو داره. ما فیلم رو کامل از زاویه دید الوود یا ترنر داریم می‌بینیم. دوربین چشم اونهاست که مقداری
مستقل و مجزاش میکنه از فیلم‌های دیگه اسکار. فیلم محترمی است اما فیلم من نشد. همون اندازه که کانکلو یک موضوعی که انگار در دنیای ذهنی من جایی نداشت رو مسئله‌ام کرد. نیکل بویز نمیتونه این کار رو You don't remember? Remember what? You really don't remember. ارزش تماشا برای من 6. دون پارت 2. کارگردان دنی ویلنوو، علمی تخیلی حماسی. این ادامه دون 1 و اقتباسی از رمان فرانک هربرت به نام دون یا تلموس است. داستان پول اتریدیس با بازی تیموتی شالامه که با مردم فرمن سیاره بیابانی آراکیس متحد میشه تا علیه هارکونن ها بجنگن. فیلم تونسته 714 میلیون دلار بفروشه. در 5 رشته نامزد اسکار، برنده بهترین صدا و بهترین جلوه های ویژه. به نظرم حقش بیشتر از اینها بود. یکی از بهترین فیلم های سال. من دون پارت 2 رو حتی از پارت 1 بیشتر دوست داشتم. حماسی تر، اکشن تر و خوش ریتم تر بود. یکی از ویژگی های فیلم برام اینه که همون اندازه که تصویر قدرتمندی داره، در صدا هم قدرتمند عمل کرده. خیلی فیلم قدرتمند و حماسی از آب در اومد. ضعف‌های حتما داره، مثلا عشقش در نمیاد بین پسر و دختر، یا بعضی جاها جلوه های ویژه‌ش رو دوست ندارم، اما قطعاً یکی از بهترین های ساله. ارزش تماشا از 1 تا 10 من بهش 8 میدم. آنورا شان بیکر، درام کمدی. داستان یه کارگر جنسی به اسم آنیه که یه پسر روس خیلی پولدار میبینتش، میگه عاشقت شدم، خوام بگیرمت. اونم میگه اوکی بگی منو. نخل طلای کن 2024 رو گرفته و جایزه اسکار بهترین فیلم 2025 رو گرفته. اسکار کارگردانی و اسکار بهترین بازیگر زن رو هم گرفته. IMDb 7.7، راتن تاماتوز 93. یه فیلم بسیار مناقشه برانگیز. خودم هم پیام‌های خیلی زیادی دارم که این چیه و چرا. من فیلم رو واقعا دوست دارم و میخوام بگم چرا. به 2 علت: شخصیت‌هاش و موقعیتی که میسازه. It's a frog marriage and we're getting in an old ASAP. این آدم‌های به شدت بامزه برای من و اون موقعیت عجیب و غریب. یه پسر از طبقه اشراف عاشق یه دختر از طبقه ضعیف شده که از قضا خوشنام نیست. گرفتتش بدون اجازه خانواده، ولی خانواده روش تسلط دارن و حالا آدم‌هاشون فرستادن تا این ازدواج رو یه جوری کنسل کنن. حالا این آدم‌هایی که رفتن به نمایندگی از خانواده هم در یک موقعیت عجیبن، چون دلشون میخواد پوست سر پسر رو بکنن اما حتی اجازه ندارن بهش دست بزنن. پسر از این طرف به شدت از خانواده میترسه، دختر از اون طرف هم دلش میخواد ازدواجش رو نگه داره هم دوست نداره به وجهه منفی پیش خانواده پسر داشته باشه. تلفیق این فضایی که هم جدی گرفته میشه هم به شدت غیر جدیه در فیلم، لحظاتی که میسازه بسیار برای من درگیر کننده و جالب و مفرح از آب در اومد. فیلم مستقل 6 میلیون دلار خرج کردن، 41 میلیون دلار فروخته. حتما حواستون باشه که محدودیت سنی داره. از 1 تا 10 ارزش تماشاش برای من 8. لطفاً شما هم نظرتون رو در موردش بنویسید. اما آیا لایق اسکار میدونستمش؟ توی این لیستی که به هر حال نامزد شدن امسال بله، هم این فیلم رو هم به همون اندازه دون پارت 2 رو لایق اسکار میدونستم. بخوایم با سالهای گذشته مقایسه کنیم، حتما فیلم‌هایی بودن که شاهکار بودن در اسکار حضور داشتن. هیچ کدوم از فیلم‌های امسال اسکار شاهکار نیستن. نهایتاً میتونیم بهشون لقب فیلم خوب بدیم که از بین این خوب‌ها آنورا میتونست اسکار رو بگیره و گرفت. I'm Still Here، کارگردان والتر سالز، درام بیوگرافی، محصول برزیل. فیلم هنوز نسخه آنلاینی ازش در دسترس نیست که بدونیم چه جوریه، اما فیلم مهمیه چون جایزه اسکار بهترین فیلم در بخش فیلم خارجی رو گرفته. داستان مادری که در شرایط ناپایدار و دیکتاتوری برزیل و یورش نظامی به خانه‌اش تلاش میکنه شرایط زندگیش رو دوباره پایدار کنه. IMDb 8.6، راتن تاماتوز 97. اولین فیلمیه که از سینمای برزیل جایزه اسکار گرفته، امتیازهای خیلی خوبی گرفته و برام کنجکاوی برانگیزه که ببینم چطور فیلمیه، چون فیلم دیگری در لیست نامزدهای بین‌المللی هست که شانس جدی اسکار رو و فیلم قدرتمندیه. جلوتر میگم که کدوم فیلمه. اول در بخش بین‌الملل بذار بعد از این بریم سراغ فیلم ایرانی که در این لیست حضور داره به عنوان نماینده آلمان. البته دانه انجیر معابد، کارگردان محمد رسولوف.
یک درام سیاسی دلهرآور، داستان یک بازپرس دادگاه انقلاب که در بحبوحه اعتراضات 1401 اسلحه‌اش گم میشه و همین دچار پارانویاش میکنه که فکر میکنه یکی از اعضای خانواده خودش اسلحه‌شو برداشته. IMDb 7.6، راتن تاماتوز 91. نظرت قبول باشه. خیلی بهت افتخار میکنم. حاشیه‌های فیلمو که دیگه میدونید. من فکر میکنم اگر در باب شخصیت پردازی قدرتمندتر عمل میکرد و این قصه‌ای که پتانسیل یک قصه تریلرتر و هیجان انگیزتر رو داشته میتونست تبدیلش کنه به یک چیز درگیر کننده تر و تاثیرگذارتر، شانسش برای دریافت اسکار بیشتر بود. و اما فیلم قدرتمندی که فکر میکردم اسکار بخش بین‌الملل رو بگیره. دختری با سوزن، کارگردان مگنوس فون هورن، ترسناک روانشناختی، نماینده دانمارک. داستان یک زن کارمند کارخانه که به طریقی همکار زنی میشه که یک مرکز فرزندخواندگی غیر رسمی رو اداره میکنه، اما کم کم به زن مشکوک میشه. بر اساس یک داستان واقعی. اسم اون داستان واقعی رو نمیگم چون اگه بگم اسپویل محسوب میشه. نمره IMDb 7.5، نمره راتن تاماتوز 93%. فیلم خوب و تاثیرگذاریه. فضای ملتهب و عجیبی داره و هرچی میره جلوتر هولناکتر میشه. این رو به عنوان یک هشدار داشته باشید. فیلم هولناکیه و دیدنش دل میخواد. ارزش تماشا از 1 تا 10 برای من 7. اما برنده اسکار بهترین انیمیشن بلند. فلو، کارگردان گینس زیبالودیس، نماینده لتونی. داستان یک گربه است که در یک ظاهراً پس آخر الزمان که آب داره کل جنگل رو فرا میگیره و بالاتر میاد، به همراه دیگر حیوانات جون خودشون رو باید نجات بدن. IMDb 7.9، راتن تاماتوز 93%. به هر حال من به عنوان کسی که گربه دوست داره فیلم رو با روی باز شروع کردم و خوبم درگیرش شدم، اما جلوتر که رفت، اول که خیلی باحاله چون اصلا هیچ دیالوگی نداره، صدایی هم که داره شنیده میشه واقعا مثل تراپی میمونه، صدای طبیعت زیباست. انیمیشن جذاب و جالب و خلاقانه‌ای، اما فکر میکنم فضا مهیا بود برای اینکه چیز درگیر کننده تری ببینم. من فکر میکنم که فلو در بین نامزدهای بهترین انیمیشن اونی نبود که باید اسکار رو میگرفت. یعنی ما در همین لیست وایلد روبوت رو داشتیم و اینساید اوت 2. من اسکارم رو به اینساید اوت 2 میدم. ارزش تماشا از 1 تا 10 برای من 6. و اما فیلم ایرانی برنده اسکار، انیمیشن کوتاه زیر سایه سرو، ساخته شیرین سوهانی و حسین ملایمی که میشه 3مین اسکار تاریخ سینمای ایران. بعد از جدای نادر از سیمین و فروشنده، این 3مین اسکاریه که ما میگیریم. داستان یک ناخدا و دخترش که در جنوب ایران در مجاورت دریا تنها زندگی میکنن. ناخدا که دچار مشکلات عصبی جدیه، زندگی رو بر خودش و دخترش سخت کرده. یه فیلم 20 دقیقه‌ای بسیار غم انگیز و زیباست. من سرچ کردم در گوگل، نمیدونم هماهنگ کردن با سازندگانش یا نه، اما نسخه با کیفیتی الان در بخش ویدئویی گوگل به راحتی میتونید پیدا بکنید و تماشا بکنید. فیلم پرمفهومه، به تبعات جنگ میپردازه و یکی از اسکارهایی بود که واقعاً بهمون چسبید انصافاً. حالا که تا اینجا اومدی، یه انیمیشن دیگه ایرانی هم میخوام بهتون معرفی بکنم که شانس حضور در لیست نامزدهای اسکار رو داشت ولی در لیست نهایی قرار نگرفت، اما بسیار زیباست. لینکش رو هم میذارم توی دسکریپشن که تماشا بکنید. انیمیشنی به اسم فردا یا تومارو که آریاس به فیز ساختتش. خیلی خیلی انیمیشن جذاب و جالب و کوتاهی هم هست، میتونید به راحتی اون رو هم تماشا کنید. توصیه میکنم که این کار رو انجام بدید و از تماشاش لذت ببرید. امیدوارم که این معرفی ها بهتون کمک بکنه تا بتونید تصمیم بگیرید چه فیلم هایی رو در لیست تماشاتون ببرید. خیلی مخلصم، در تماسیم.